یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه خداوند در جزئیات است. بریم جزئیات رو با هم ببینیم. اجاق ایزانی تاشو، فول برش لیزر، خم CNC، جوش CO2 تولید خودمونه. کشی تخلیه خاکستر شه که از داخل در حد آببندی جوشکاری شده. زیرش ورق یه پارچه خورده که بدون کشو هم قابل استفاده باشه. بالای کشو یه شبکه ضخامت 3 میلیمتر طراحی و جوشکاری شده که خاکستر میریزه داخل کشو و تیکای درشت چوب داخل کشو نمیان. قسمت تاشو از 4 طرف 3 میلیمتر بادخور در نظر گرفته شده که وقتی حجم فلز بر اثر گرمای زیاد تغییر کرد در به راحتی باز و بسته بشه. در این حال پایین کاریت که پشتبند خورده که اون فاصله رو پر میکنه، از چپ و راست از داخل دیاق خورده که همون فاصله رو پر میکنه و هم در رو نگه میداره. روپوش بالایی یه لولای ساده نخورده و با وزن خود در بالا پایین میشه. مزیتی که این اجاق‌ها دارن اینه که از این سمت هوا رو میکشه و از بالا خارج میشه و مثل این میمونه که شما دائما دارین آتیش رو فوت میکنید. جای قوری و قابلمه به صورت پازلی داخل هم چپ شده که برداشته میشه و داخل باکس قرار میگیره. بالای کار یه دیاق تقویتی ضخامت 3 میلیمتر فول جوشکاری شده تا کار تغییر شکل پیدا نکنه. دستگیره کار که میلگرد ساده نیست و ورق ضخامت 3 میلیمتر خمکاری شده. حتی پینای کار رفتن تراشکاری و مخصوص ساخته شدن. این کار هم میتونین بدون پایه برای چوبای سایز کوچیک استفاده کنین و هم میتونین برای چوبای سایز بزرگ از این دو تیکه که به صورت پازلی تو هم چفت میشن استفاده کنین تا استیبل تر باشه. داخل باکس جا میگیره. صنایع فلزی باقر در خدمت شما هستم.